رازهای ماینکرافت که با دنیای واقعی ارتباط دارن. 11% اسکلتونای ماینکرافت تیرکمونشون رو دست چپشون میگیرن و دست چپن. توی دنیای واقعی هم همینه و فقط 11% مردم کره زمین دست چپن. دلیل اصلی این که خرسای قطبی به ماینکرافت اضافه شدن اینه که همسر آقای جبی که از سازنده‌های ماینکرافت اونا رو دوست داشته. پس به آقایش گفت که اونا رو اضافه کنه. اگه بازم بابای ماینکرافت روی اعصابتون میرن، یه دونه نیم تگ بردارید و اسمشو بذارید عموجانی. حالا عمو رو از اولش پاک کنید و اونو بزنید به یه ویندیکیتور. همونطور که میبینید تبرشو چرخ میکنه و میره سراغ تک تک مابا. صدای گس‌های ماینکرافت از گربه‌های دنیای واقعی گرفته شده که کاملا تصادفی ضبط شده. یک سری از بلاک‌های ماینکرافت توی دنیای واقعی هم وجود دارن، مثل بلاک کوارتز یا ابسیدین. و اگه اندرادم بود من خیلی خوشحال می‌شدم، میتونستم بزنم زیر معلمام. خیلی از تابلوهای ماینکرافت توی دنیای واقعی هم هستن، اما به جز اینا 4 تا نقاشی مخفی هست که حتی توی منوی کریتیو هم نمیتونید پیداش کنید. قبل اینکه بهتون نشون بدم، قول بدید که کانالمو سابسکرایب کنید. این 4 تا نقاشی مخفی اینا هستن که خیلی خوشگلن.